کسی یک روز مرا میگه که پلیس خطری بزرگ است، خدا نگاه کن. من گفتم کاش که برم. انشاءالله هزارها جوان الحمدلله کسایی پیدا شده که از ما کده زیادتر سر دین غیرت دارن، ترک دارن. چی؟ اما مربوط نیست. دین الله متعال است، او کامیاب میکنه. اما ما مورد امتحان قرار گرفتیم که در امتحانای الله کامیاب میشیم یعنی که ناکام میشیم. مشکلی در اینجا است. ما غم خدا میخوریم که الله ناکام نشویم، مسئولیت متوجه ما نشوه. این طور حالت بود دنیای کفر ریخت. یه مردم قلیلن سجده کردن، فکرین اینن در مجسمین اینن رفتن سلام زدن. تا امروز سلام برش نیست، تا امروز همون شبکه ها زنده هست، کار